به شهادت رساند. آبروی مردم آورده. مگر علیه صلح مردم افغانستان میشه فتوا داد؟ ما جزء جنبش ملی هستیم به سمت شمال. آقای محقق مسئول جهادی ماست، در آنجا معاون جنبشه. مستر جنرال عبدالرشید دوستم به عنوان ریاست جمهوری رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ما جزء جنبش ملی هستیم به سمت شمال. القاعده به رهبری اسامه بن لادن بیشتر از 39,000 نفر و امریکایی‌ها را به شهادت رساند. آبروی مردم آورده. مگر علیه صلح مردم افغانستان میشه فتوا داد؟ ما جزء جنبش ملی هستیم به سمت شمال.